معرفی سریال هایی که در سال 2021 پخش میشن. جدیدترین سریال های ترکی. عضو کانال لنز بشین و دیدن این ویدیوی داغ و باحال از دست ندین. شماره 1. سریال ماراشلی. شمارش معکوس برای شروع سریال ماراشلی شروع شده. ماراشلی از اون سریالاییه که هنوز شروع نشده کلی طرفدار واسه خودش دست و پا کرده. این درام اکشن قراره به زودی از شبکه آتیوی پخش بشه و زوج آلینا بوز و بوراک دنیز در نقش ماراشلی و ماهور قراره ستاره های این سریال باشن. توی این سریال ماراشلی گروهبانیه که قبلا در نیروهای ویژه خدمت میکرده و حالا یک کتاب فروشی باز کرده تا از این به بعد زندگی خودش و دخترش رو از این راه بگذرونه. اما شروع ماجرا وقتیه که ماهور وارد این مغازه میشه و ناخواسته درگیر یه حادثه میشه. از همون جاست که سرنوشت این ماراشلی و ماهور به هم گره میخوره. شماره 2. سریال خیلی منتظرت شدم. این سریال درام زیبا قراره از شبکه استار تیوی پخش بشه و جالبه بدونید که اوزجان دنیز هم بازیگر این سریاله و هم فیلمنامه اونو نوشته. علاوه بر اوزجان، ایرم هلواجی دوست داشتنی هم توی این سریال بازی میکنه. اگه طرفدار سریالای پرهیجان و عاشقانه هستین، این سریال یه گزینه عالی برای شماست. توی این سریال اوزجان دنیز نقش کادیر رو بازی میکنه. یه تاجر که دور از خانواده‌اش زندگی میکنه و ایرم هم نقش آیلیز رو که یه عکاس خودساخته است. کادیر و آیلیز در یک لحظه غیرمنتظره وارد زندگی هم میشن و با هم شاهد یه معجزه باور نکردنی خواهند بود. شماره 3. سریال فاطما. سریال فاطما اوایل سال 2021 از نتفلیکس پخش میشه. نقش اصلی این سریال رو بازیگر معروف برج بیرجیک ایفا میکنه. داستان فیلم در مورد یه زن نظافتچی به اسم فاطماست که مرتکب یه قتل غیرمنتظره میشه و این قتل کل زندگی اونو تحت تاثیر قرار میده. جالبه بدونید که این سریال قراره به زبانهای مختلفی دوبله بشه. شماره 4. سریال 50 متر مربع. اگه دنبال یه سریال درام و کمدی هستین، به هیچ وجه این سریال جذاب و با بازی آیبوک پوساد و انگین آزتورک از دست ندین. این سریال قراره به زودی توی نتفلیکس پخش بشه. داستان اون در مورد یه قاتل اسرارآمیزه که برای فرار به یه خیاطی خالی پناه میبره. جایی که اونو به عنوان پسر صاحب قبلی خیاطی که مرده اشتباه میگیرن. حالا باید دید که این هویت جدید اون قاتل رو با چه مسائلی روبرو میکنه. شماره 5. سریال کامیون قرمز. این سریال زیبا و اکشن که قرار امسال از شبکه شو تیوی پخش بشه، داستان سخت کوشی، عشق و غم آتش نشانه است که فداکارانه جونشون رو برای نجات انسانها به خطر میندازن. گفته میشه این سریال با صحنه‌های اکشن و هیجان انگیزش قرار مخاطبا رو میخکوب خودش کنه. از بازیگرای اون میشه گورکم سویندیک، اوشان چاکیر، آسلی اورجان و دنیز حمزه اغلو رو نام برد. اگه شما هم بی‌صبرانه منتظرین تا بدونین چağatay اولسوی، چالار ارتغلول، کیواش تاتریتوق و خیلیای دیگه قرار امسال تو چه سریالایی بازی کنن، عضو کانال لنز بشین و با ما همراه باشین تا بگم براتون از این بازیگرا و سریالاشون. شماره 6. سریال یشیلچام. این سریال جذاب پر از بازیگرای باحاله. از جمله اونا میشه به چağatay اولسوی در نقش سمی، افرا ساراچوغلو در نقش تولین و سلین شکرچی در نقش مینه اشاره کرد. گفته میشه این سریال 20 قسمتی در طی 2 فصل قرار پخش بشه.
من که بی‌صبرانه منتظرم تا دوباره بعد از مدت‌ها یه سریال باحال و با بازی چاتای ببینم. شما چطور؟ شماره 7. سریال داستان یک زیردریایی. برای طرفدارای کیوانش تاتلیتو یه خبر خوب دارم. چون قراره سریال اکشن داستان یک زیردریایی با بازی کیوانچ امسال از نتفلیکس پخش بشه. کارگردانی این سریال رو تولگا کاراشلیک به عهده گرفته و داستان اون در مورد وقایع خارق‌العاده‌ایه که یه تیم علمی و تحقیقاتی تجربه میکنن. اونا مجبور میشن در اثر یه فاجعه طبیعی به یه زیردریایی پناه ببرن. شماره 8. سریال سازمان. این سریال با بازی چالار ارتغلور، دنیز وایسال و ازی ایوب اغلو در مورد زندگی خصوصی و تجربه‌های کاری دشوار یک تیم ویژه است که توی سازمان اطلاعات ملی مشغول به کار هستند. انتظار میره این سریال در اوایل سال 2021 از شبکه TRT1 پخش بشه. شماره 9. سریال مظنونان معمولی. این سریال داستان زندگی 3 زن خونه داره که مرتکب قتل شدن. اونم قتل کی؟ شوهراشون. بنو یلدیریملار، یاسمین آلن و جرن مورای نقش این 3 زن قاتل رو ایفا میکنن. باید منتظر بود و دید که چه ماجراهایی توی این سریال در انتظار این 3 زنه. شماره 10. سریال سرزمین‌های بیقانون. این سریال که قراره از شبکه فاکس تیوی پخش بشه داستانش در مورد اتفاقایی که تو سرزمینایی رخ میده که قانون و پلیس حق ورود به اونجا رو ندارن و تحت سلطه مافیا هستن. توی این سریال اورگونش و هولیا آفشار نقش آفرینی میکنن. شماره 11. سریال های سلطان. بین این همه سریال عاشقانه و اکشن و کمدی واقعا جای یه سریال تاریخی خالیه. اگه شما هم با من موافقید پس منتظر شروع سریال تاریخی های سلطان از شبکه TRT1 باشید. توی این سریال زیبا چتین تکیندور و ملیسا آسلی پاموت نقش آفرینی میکنن. شماره 12. سریال کلوب. داستان این سریال در یک کلوب شبانه در سال 1995 اتفاق میفته. ماتیلدا با بازی گوگچه بهادیر یه زندانیه که بعد از آزاد شدنش توی این کلوب مشغول به کار میشه و باریش آردوش هم توی این سریال نقش یه راننده تاکسی رو بازی میکنه. اگرچه این کلوب مکانی بسیار سرگرم کننده برای مشتریاش به نظر میرسه، اما برای کارمنداش قضیه کاملا برعکسه. این سریال برای پخش توی نتفلیکس ساخته شده و طرفدارای باریش منتظر باشن تا اونو توی نقش متفاوت و باحال ببینن. و اما سریالایی که در حال پخشن و به تازگی شروع شدن و کلی طرفدار دارن، دکمه عضویت رو بزنید. من که صبرم تموم شد. شماره 1. سریال روانشناس. روانشناس یه مینی سریاله با ژانر هیجان انگیز و روانشناختی. کارگردان این سریال زینب دادا کارگردان موفقیه که جوایز زیادی رو از جشنواره‌های داخلی و خارجی برده. این فیلم یه شعار داره که گویا که داستان فیلمه. گذشته هرگز نگذشت و نخواهد گذشت. این سریال در مورد یه روانشناس به اسم چتین و بیمارای اونه که در حال مقابله با واقعیت‌های از گذشته تا به امروزن که تا حالا متوجه اونا نبودن. از بازیگرای معروف اون میشه محمد اوزونر و آیلایدا آلیشان رو نام برد. شماره 2. سریال و اینم داستان من. اگه طرفدار سریالای موزیکال و عاشقانه تینیجری هستین، دیدن این سریال رو از دست ندین.
نقشای اصلی این سریال رو آلینا تیلکی و جمال جان جانسون به عهده دارن. داستان این فیلم در مورد ظهور یه ستاره 17 ساله است. یه دختر با احساس و رویا پرداز با یه صدای فوق‌العاده که متاسفانه از صحنه‌ها میترسه. شماره 3. سریال آخرین تابستان. انتظار میره که سریال آخرین تابستان از شبکه فاکس با نقش‌آفرینی بازیگرایی مثل آلپرن دویماز و الیاتای یکی از سریال‌های محبوب و پرطرفدار باشه. داستان این سریال در مورد یه دادستان به اسم سلیم کاراه که حالا با یه پیشنهاد غیرمنتظره از طرف سلچوک تاشکین سرکرده یه باند خلافکار روبرو میشه. حالا این دادستان از یه طرف باید با مشکلات خانوادگیش دست و پنجه نرم کنه و از طرف دیگه با شرط و شروط سلچوک. شماره 4. سریال مهاجم. اگه دلتون یه فیلم اکشن باحال میخواد، چی بهتر از سریال مهاجم که بازیگرای فوق‌العاده‌ای مثل شکر اوزیلدیز و بوشرا دولی توی اون بازی میکنن. این سریال یه جورایی اولین سریال سال بود و از اول ژانویه از شبکه آتیوی پخش اون شروع شد و خیلی زودم طرفدارای زیادی پیدا کرد. این سریال داستان قهرمانیه که به قیمت جون خودش از شهر و مردمش محافظت میکنه. از من به شما نصیحت، به هیچ وجه این سریال رو از دست ندین. شماره 5. سریال بی‌اعتبار. سریال بی‌اعتبار که یه سریال هیجان‌انگیز و جناییه، یکی دیگه از اون سریالاییه که پخش اون به تازگی شروع شده. توی این سریال بورچین ترزیوغلو، هاند دوغاندمیر و اسماعیل حاجی‌اغلو نقش آفرینی میکنن. داستان این سریال با موضوع خشونت علیه زنان، روایتگر رویاهایی که کشته شدن. شماره 6. سریال خانه دانشجویی. اگه به سریالای تینیجری علاقه دارین، این سریال یکی از هموناست. یه سریال عاشقانه و نوجوان پسند که جریان زندگی 4 تا دانشجو از جاهای مختلف کشوره که یه زندگی مشترک رو شروع میکنن و بعد از عبور از موانعی تبدیل میشن به بهترین دوستای هم. پخش این سریال به تازگی از شبکه TV8 شروع شده. شماره 7. سریال شرف بیگ. این سریال یه سریال کمدی باحاله در مورد آقا شرف آشپزه که به خاطر اینکه یه بشقاب رو روی سر کارشناس غذایی معروف ترکیه خورد کرده از کار اخراج شده. نقش آقا شرف رو بازیگر معروف هالوک بیلگینر بازی میکنه. حالا اگه میخوایم بدونیم چه داستانه باحالی در انتظار آقا شرف این سریاله، دیدن اونو به هیچ وجه از دست ندین. شما طرفدار چه ژانری هستین؟ سریال مورد علاقتون کدومه؟ اصلا بازیگر مورد علاقتون امسال فیلمی برای پخش داره؟ اسم سریال مورد علاقتون رو برای ما کامنت کنید و با لایک کردن و عضویت توی کانال لنز هر روز منتظر دیدن یه ویدیوی باحال باشین.